درباره جوانان، درباره خواندن مکتب، درباره ترتیب انتظام، درباره همین نشمندی و نچکی کم کرده شود، درباره که جوانان علم آموزند، به مسجدها و دیگر رفتن فایده ندارد. متخصص زیاد شد، مختص انجینیر، تکنیک، دیگر ما تیار کنیم برای آینده ترقی ملت. همین پرزیدنت یکم بار واسه گفته گذشت که برای ما این در کار خوب گفتم. من پیش میدونستم پرزیدنت گفتن اون مسجد رفته از مسجد چی میگیرد وای؟ چی میگیرد این مسجد؟ هیچی نمیگیرد. ما یک گپ خوب پرزیدنت گفت در بین ملاها در دهاتات جنگ جنجال برای وظیفه، برای در مسجد کی کار کرده نشرفته ایستاده است و برای همه ملت میده ما، جمهوری میده ما، این قملا چی در کار؟ موضوع دانش معرفت و مردم رو هدایت میکرد به دانش آموزی، به فرهنگ، به بالا بردن فرهنگ ملی. و البته این چورابینی که ملاقات سرور دولت با ضیایون بود در عرفه نوروز، عید بین المللی نوروز شروع گرفت. البته اشاره به اون تاریخ نوروز، به مسائل سنتی نوروز و جشنگیری نوروز که امسال بار اول در سطح بین المللی در کشور ما در شهر دوشنبه جشن گرفته می شود. اصلا اشاره به این چیزا بود. زیادتر تاکید به روشنفکران کردند که آنها همچون راهبری جامعه امروزه تاجیکستان را به دست خود گیرند، چون که یعنی اون رسالت تاریخی که در نزد هر یک روشنفکر است این مردم را به علم معرفت نزدیک ساختن است. و هدف پرزیدنت ما هم از این عبارت است که جامعه تاجیکستان امروز با علم و معارف روی بیارن و بخصوص زنهای ما، بخصوص دخترهای ما که دخترای خیلی روشنفکر ما داریم در جامعه تاجیکستان، ولی هستن باز گروهی طبقه هایی که از علم و معرفت دست کشیده به دیگر مثلا جریان ها روی آوردند که این باعث نه تنها قفاروی جامعه بلکه سبب بعضی پرابلم ها در جامعه نیز خواهد گشت. جناب والی علی زیا را با اون دعوت کردن که باید که تاجیکان ما کسب یاد گیرن، چون اگر کسب از پشت کسب آینده خودشان را دیده میتوانند. غیر از این دقت اساسی به مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزندان داده شد که امروزه برای هر یک ملت تاجیک ما ضرور است. نکنید گفتن تعریف و دوباره هم گفتن که مثلا به این وسیله مثلا از سوالا و از چیزا یک کمی استیاله کردم. به این خاطر گفت اینم شرط دادن که من نمیخواهم که بیشتری چیز گپمان به سری تعریف و توصیف ما، شخصیت ما باشد. بیشتر خوشان صحبت کردن، نقطه نظرشون رو به این موضوع گفتن. بیش درباره سنت گفتن، درباره سنت های ملی ما گفتن، درباره فرهنگ ما گفتن و دوباره به کتاب آوردن مردم ما و به کتابخوانی آوردن گفتن.